کشیده خرد همونجور که خودتون گفتین کشیده مبنایی و پایه سین توش نهفته است. این است. اندازش نسبت به قلم هم خوب شده کشیدهش. قشنگ شده زودتر میتونستین جمعش کنید. یه ذره اینجا که من اومدم بیرون اینجا باید میومده بیرون. خیلی رفتم. که ما اگر اینجا سیرش رو یه خط کش بذاریم، اگر اینجا یه خط کش ما بذاریم یه خطی بکشیم نسبت به این خط ما نباید زیاد دور بشیم، یک کمی باید دور بشیم. همین قدری که الان من کشیدم کافی است. به این نکته میگن صعود اضافی. حالا خرد رو هم برای شما می‌نویسم. 1/3 قلم یه مقداری زاویه‌ش رو شما تند گرفتید. زاویه‌تون نسبت به کرسی زیاد هست. این زاویه یه مقدار خوابیده تر، یعنی زاویه کمتر نسبت به خط کرسی. این ابروها رو کامل کنیم. اشکال تو همین چیزم هست. آره. این به خاطر اینکه بعدش کشیده داریم یک کمی همچین کرشمه بیشتری داره سیلون. و این سینی که از اینجا شروع میشه ببینید این مثل سزده، مثل سزد. نشستم دیگه، الان اینجا نشستم و اینجا دارم بلند میشم. اگه سین بود با تو کجا تمام شده سه؟ اگه بخواستم اصلا سین جدا بنویسم سین نه اصلا آره فکر کنم نه اصلش خود سین درده تو کجا تمام شد؟ نه مثلا خسرو چی میخواد بگی؟ خود سین تنها. خود سین تنها از این زودتر جمع میشه. جا تموم میشه. ولی برای خرد یه مقدار میایم بالاتر. این صعود ما نباید اضافه باشه، نباید کم باشه. این سین اینجا گردش میکنیم میایم پایین. زاویه سین با اون فرق میکنه، بالاتره یک کم یا نه همونه. ولی ما چون سر خ رو بخوام برای شما تحلیلی عرض کنم، سر خ رو چون از این ورتر بهش وصل میکنیم، شما سین رو وقتی شروع میکنیم یه خصوص ابتدایی معکوس داریم از اون طرف، بعد میایم اینو شروع میکنیم. بذار من اینو کامل نکنم که بخوام این مبحثش کنم بمونه براتون. ببینید اینجوری این قوس رو میبینید یه کرشمه ای توش هست دیگه، بخواد بهش بچسبه خیلی اینجا میچسبه. واسه همین قوس همونه، مسیر همونه، شکل همونه، ولی در اصل اگه بخوام به شکل تحلیلی برای شما بگم خیلی از اینجا بهش بچسبه نه از اینجا. واسه همین فکر کنید که مثلا تفاوت داره. تفاوتی نداره. این همون من چی میگم کشیده خرد تابعی از سین هست، نمیگم خود سین هست. چون اگه قرار باشه سین باشه من باید از اینجا شروع کنم. خوبه ته شما یکم بلند شد. من شما هنوز توی این داستان اندازه ته مقداری با هم دیگه کار داریم. ته اونجا جمعی شد خوب بود. یک نقطه شما زیاد رفتیم. سینوته رو هم برای شما بنویسم. سینوته یکی از شاکل‌های خوشگل نستعلیقه. یک کوچولو درست؟ مسیر هم ببینید نه عمود میشیم زیاد نه میخوابونیم زیاد. این برای اولیش کافیه. کارمون باش تموم شد. بعضی این دندونا رو یه مقدار محو‌تر
بعضی خورده جوندارتر و مشخصتر میذارن، بسته به این که از مکتب کدام یکی از بزرگان پیروی میکنن. دندونه دومی رو بزرگتر از اون شکلش رو هم که ملاحظه میکنیم. تمام. و میای برای اتصال. اینجا دیگه ما اتصال داریم. پس شد 1 2 3. تکلیف 1 رو روشن کردیم، گفتم یه اثر کوچیک میذاریم. 2 با شکلش مشخص شد که چه فرمی هست. بحث تناسب هاست. الان من به شما عرض میکنم. از اینجا هم تیم شکل میگیره، میاد قشنگ توپل میشه، یعنی از یک اندازه از ضخامت شروع میشه و به یه اندازه ختم میشه. دقت کنید دستم. این شکل وقتی شما دستتون رو سیم میذارین یه ب دارین دیگه، درسته؟ غیر از این که نیست، اون چیز دیگه که نداریم. این ب از حروفی هست که ما اولین آموزه هامون هست، الف ب. یا باید شکل یک ب استاندارد داشته باشه. این ب استاندارد من برای اینکه به ذهن شما بهتر بمونه میگم اگر من اینو به اینجا وصل کنم، به این صورت وصلش کنم، شبیه قایق میشه. این قایقه باید شکل استانداردی داشته باشه. نگاه کن این قایق شد. اندازه بزرگی سین رو جدا میکنیم، ت رو جدا میکنیم. 2/3 2/3 1/3 کوچکتر بزرگتر که میشه به هم میریزه. این در مورد سیلوته نکشیده یا کوتاه ماست که معمولا با به 4 نقطه اینو جمعش میکنیم. 2 3 4 یا چون میتونه تا 5 هم بره.